بعضیا میگن دین و حکومت نباشه ولی رابطه دین و سیاست باشه. من میگم دین و سیاست هم نباید اجازه بدیم. اصلا نباید اجازه بدیم آخوند دور سیاست بچرخه. باید ممنوعش کنیم. خط قرمز، تابو. یه بار از این سوراخ گزیده شدیم، بسمونه. این جنایات، این کشتارهایی که از مردم کردن باید خط قرمز باشه در تمام قوانین، در تمام نوشتارها. در آلمان اجازه نمیدن در مقاله و اینا از نازی‌ها دفاع بشه. ما اجازه نمیدیم حتی در مقالات، در نوشته‌ها، در پژوهش‌ها مطلقا اجازه نمیدیم از این جنایت ذره‌ای بخوان زیر سوالش ببرن. اسلام سیاسی در ایران تمام شد رفت. رابطه دین و حکومت در ایران تمام شد رفت. رابطه دین و سیاست در ایران تمام شد رفت. هر کی میخواد دین داشته باشه با خدا رابطه شخص،